اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 29 سکته. الان من از تجوید نو برای شما درست‌تر میفهمم انشاءالله. خب سکت در لغت سکته یعنی همون سکت، سکوت کردن، خاموش شدن و از سخن باز ایستادن رو گویند. در اصطلاح علم تجوید هنگام تلاوت کردن آواز را مقدار 10 حرکت قطع کرده نفس نگرفته ادامه دادن قرائت است. سکت در روایت حفص در 4 آیات قرآن آمده است. همین آموزش تجوید و همین که من برای شما تلاوت قرآن کریم را و قاعده هاش را برای شما آموزش داده ایستادم، این بر روایت حفص است، یعنی روایت حفص عن عاصم، یعنی روایت حفص از عاصم. خب در اینجا گفته شده است که مقصد در 4 جای قرآن کریم سکت آمده است. یعنی سکت چی بوده است؟ سکته و هنگام تلاوت ما آواز را مقدار 10 حرکت قطع میکنیم، نفس نو نگرفته ادامه دادن قرائت است. یک مثال را ما برای شما نشون میدم. مثال اول در سوره کهف آیت اول، اینجا آیت اول است، این باشد سرشوی آیت دوم. یعنی علامت سکت امین است، حرف سین خرد است که در بین دو کلمه می آید، در بین هم کلمه که باید سکته شود. میکنیم. خب در اینجا چی می شود؟ در اینجا میکنیم عوجن قیمه. در اینجا من عوجن گفتم، آواز را به مقدار 10 حرکت قطع کردم و نفس نو نگرفته، با همون نفسی که من عوجن گفتم بعدا آواز را به مقدار 10 حرکت قطع کردم، با همون نفس قیمه را من چیکار کردم؟ خواندم. فهمیدین؟ یعنی عوجن گفتم، آواز را قطع کردم، با همون نفس این را خواندم، یعنی نفسی نو نگرفتم. و در اینجا نگاه کنین، در اینجا نون تنوین است، یعنی تنوین ده زبر است. در اینجا بعد از این تنوین چه آمده؟ حرف قاف. در اینجا در اصل باید چی میشد؟ اخفا میشد. اما وقتی که سکت شد، یعنی سکته، آن وقت اخفا ترک میشود، یعنی عادی خوانده میشه. یعنی عوجن قیمه، در اصل باید عوجن قیمه خوانده میشد، اما وقتی که سکت که شد آن وقت اخفا ترک میشود. عوجن قیمه. خب مثال دوم سوره القیامت آیت 27. در اینجا نگاه کنین، در اینجا نون و را در اینجا باید چی میشد؟ ادغام میشد، اما وقتی که سکت که شود آن وقت ادغام هم ترک میشود، عادی خوانده میشد. یعنی وقیل من راق، من راق، من گفتم آواز را به مقدار 10 حرکت قطع کردم، با همون نفس که من خواندم، با همون نفس راق را ادامه دادم، یعنی نفسی نو نگرفتم. وقیل من راق. خب یعنی ادغام هم در اینجا ترک می شود. خب مثال سوم سوره یاسین آیت 52. در اینجا خب من بعثنا من مرقدنا هذا، دیدین؟ مرقدنا هذا، مرقدنا گفتم، آواز را مقدار 10 حرکت قطع کردم، با همون نفس که من مرقدنا خواندم، بعدا آواز را قطع کردم، با همون نفس هذا را ادامه دادم، یعنی خواندم. فهمیدین؟ یعنی نفس نو نگرفته آیت بعدی را خواندن است، یعنی ادامه دادن است. مرقدنا هذا. خب مثال چهارم سوره المطففین آیت 14. در اینجا نگاه کنید، در اینجا ادغام متقاربین میشد، اما در اینجا هم ادغام چی میشود؟ ترک میشود، عادی خوانده میشود. یعنی کلا بل رانا، بل گفتم، آواز را مقدار 10 حرکت قطع کردم، با همون نفس که من بل گفتم، بعدا آواز را با مقدار 10 حرکت قطع کردم، با همون نفس رانا را چیکار کردم؟ ادامه دادم، یعنی نفسی نو نگرفتم. خب یک جای دیگه هم در قرآن کریم هم آمدگی است که مقصد سکت میشود. الان برای شما نشون میدم انشاءالله. این همینم یک حالت دیگر است، یعنی الحاقه، سوره الحاقه آیت 28 آخری آیت 28 و سرشوی آیت 29. در اینجا نگاه کنین، در اینجا هم ادغام مثلین میشد یا ادغام متماثلین، اما
مقصد وقتی که سکت شد، مثال مالیه هلکه، مالیه هلکه. همین رو با همون نفس خوندم. آواز رو مقصد آواز رو مقدار در حرکت قطع کردم، بعدا با همون نفس که ما این رو خوندم این رو ادامه دادم. و یک چیز که برای شما میفهمونم که این سه حالت است که ما مقصد میتونیم که سکت نکنیم. یعنی چقدر سکت نکنیم؟ مثال در اینجا نگاه کنید، این دو جا که است در آخری آیت آمدگی هستند. نگاه کنید در اینجا آخری آیت و اینجا اولی دیگر آیت. در اینجا وقتی که ما در همین آخری آیت وقف کنیم، یعنی وقتی که وقف کنیم اون وقت چی؟ سکته ترک میشه، یعنی به سکته خوانده میشه. یعنی مثال مالیه، خواستین که مثال در اینجا وقف کنین، یعنی وصل نه، یعنی نگذارینش. خواستین که در همین وقف کنین بیستین، در اون حالت چی میشود؟ مالیه در اینجا سکته ترک میشود و با نفس نو این رو میخونید. در سوره کهف هم همین خیل مثال در اینجا وقتی که وقف میکنیم، در اینجا در اصل ایواجن است و الان برای شما نشان دادم. وقتی که وقف که کردیم، شما در وقت درباره وقف در آخری کلمه گذاشتین که وقتی که دو زبر، مقصد دو زبر باشد با الف، وقتی که وقف شود نون تنوینش نابود میشود و با الف وقف میشه، یعنی ایواجه. دیدین در اینجا نگاه کنیم، وقتی که ما در اینجا وقف میکنیم ایواجه خلاص ما در اینجا وقف کردیم. مقصد وقف که کردیم اون وقت سکته ترک میشه، یعنی ایواجه خلاص نفس نو میگیریم، بعدا آیت دوم رو شروع میکنیم. در اینجا هم همین خیل. در اینجا نگاه کنیم در بالا حرف سین خرد یک علامت دیگه است. این یکی از علامت های وقف است. ان شاء الله شما در درس های آینده درباره علامت های وقف ان شاء الله میگذارین ان شاء الله. پس در اینجا هم وقتی که ما در میم مرقدینه وقتی که وقف کردیم، خواستیم که در همین جا ما وقف کنیم، اون وقت سکته ترک میشد و نفس نو میگیریم، بعدا هذا مقصد ادامه میدیم. اما وقتی که ما خواستیم که این رو بگذاریم، یعنی وقف نکنیم در آخر آیت یا در این جای علامت وقف، پس در اینجا چیکار میکنیم؟ عوجن قیمه. فهمیدین؟ عوجن قیمه من مرقدنا هذا مالیه هلکه. مقصد چی شد؟ وقتی که وقف کردیم در این سه حالت، در همین آخر آیت و در همین جای وقف، در جای علامت وقف، آن وقت سکته ترک میشد. وقتی گذاشتیم آن وقت سکته میکنیم در این سه حالت. اما این دو حالت است که اینجا مقصد ما وقف کرده نمیتونیم، همه وقت ما باید این رو سکته کنیم، یعنی من راق بل رانه. این سه حالت رو میتونیم که سکته رو ترک کنیم وقتی که در همین آخر آیت یا در همین جای علامت وقف، یعنی مقصد وقف کنیم، سکته ترک میشد. اما وقتی وصل کنیم سکته خونده میشد. اما این دو حالت است که مقصد سکته همیشه مقصد با سکته خونده میشود. انشالله امید دارم که درس رو فهمیده باشید. جزاک الله خیر و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.